تاتنهام 1، منچستر 0. قهرمانی تاتنهام در یک رقابت اروپایی بعد از 17 سال. اولین فینال رقابت اروپایی امسال هم برگزار شد و منچستر موفق شد که 1-0 به تاتنهام ببازه و تاتنهام بعد از 17 سال یک جام اروپایی دیگه بگیره و در واقع سومین جام لیگ اروپاش بود یه جورایی میشه گفت و آرسنالی که هنوز جامی نگرفت. بریم سراغ خود بازی دو تیم همونطور که پیش بینی می‌کردیم، ما رو تو ویدیو پیش بازی هم گفتیم و پیش بینی می‌کردیم، منچستر با 3-4-2-1 یا همون 3-4-3 پا به میدون گذاشت و یکی از عجیب ترین چیزایی که من حالا توی ترکیب ابتداییش دیدم اومد این بودش که گارناچو رو گذاشته بود بیرون و میسن ماونت رو گذاشته بود تو و برای خود من عجیب بود این قضیه و اینجوری بودم که کاش که لاغر مثلا گارناچو رو از اول میذاشتی. گفتم لابد حالا ایده خاصی داره و یه برنامه خاصی میخواد پیاده سازی بکنه. از اون ور تاتنهام با همون 4-2-3-1 همیشگی خودش پا به میدون گذاشت و اوایل بازی بیشتر توی میانه میدان بود، این پاس اشتباه بده اون پاس اشتباه بده، یه مقدار درگیریه اینا بودن، ولی باز تاتنهام تیم سرتری بود، میانه میدان رو نسبتا بهتر تونسته بود کنترل بکنه و موقعیت‌های نصف نیمه هم سعی می‌کرد به وجود بیاره. پرس خوبی انجام میدادن، یه پرس 4 نفره روی خط بازیسازی عقب منچستر انجام میدادن که منچستریا مثلا به سمت بازیسازی با اونانا هم مثلا پیش میرفتن و خیلی دست پاچه به سختی از زیر پرس در میرفتن، میومدن وسط زمین توپو لو میدادن و تاتنهام یکی از پلنهاش ارسال از جناحین بود، یعنی مثلا ریچارلیسون از اونور بکشه یا حالا مثلا بنتاکور یا حتی مثلا خود جانسون و اینا از اینور بکشن، سار و سولانکم که اون وسط هستن حالا یه حرکتی براشون بزنن و اینکه تقریبا بازی حوصله سربری بود اندکی و دقیقه 41 بود که روی یکی از همین ارسالها یه گل شانسی، یعنی حالا من هر جوری هم نگاه کردم بیشتر گل به خودی بود تا اینکه به نام جانسون بخواد ثبت بشه، ولی خب به هر حال گل به نام جانسون ثبت شد و تاتنهام دقیقه 41 یکی جلو افتاد. منچستر یه مقدار اواخر نیمه اول فشار آورد ولی خب فشار لازم نبود. بریم سراغ نیمه دوم. نیمه اول واقعا هیچی نداشت، نیمه دوم کماکان همین، یعنی منچستر پلن خاصی برای حمله نداشت. یعنی مثلا نیمه دوم شروع شد ما گفتیم خب الان دیگه منچستر میاد به آب و آتیش میزنه، باز کماکان میانه میدان رو به خاطر برتری عددی که تقریبا میشه گفت خط هافبک تاتنهام داشت میانه میدان رو گرفته بودن، بازی رو خوب کنترل میکردن تا نزدیکای دقیقه 60 تقریبا یک روب که از نیمه دوم گذشته بود منچستر جدی ترین موقعیت خودش و به نظر من اتفاقی که توی این موقعیت افتاد سیو فصل لیگ اروپا بود که توسط فندفن از روی خط دروازه توپ برگشت و تاتنهام کماکان توی بازی موند. من گفتم از روی خط دروازه منچستر فکر کنم اشتباه گفتم، از روی خط دروازه تاتنهام فندفن برگردوند و دقیقه 68 خیلی صحنه جذابی بود و مثلا منچستر جدی‌ترین موقعیتش تازه اون لحظه بود. یه دونم شوت البته نیمه اول آماد زد که حالا اون هم تقریبا موقعیت خطرناکی بود. بعد تاتنهام تقریبا دقیقه 60-65 به بعد رو اردود به لو بلاک، در شروع نیمه دوم داشت مید بلاک بازی میکرد و یواش یواش رفت عقب‌تر، یه لو بلاک، یه دفاع خیلی خوب، وقت کشی های بسیار زیاد، ترور بال خیلی خوب انجام میدادن، ریچارلیسون خطاهای ریز زیاد کرد، بیسوما، خود فندفن، سار، اینا خطاهای ریز زیادی میکردن، خطایی که ترجیحاً بدون کارت باشه و
تاتنهام خوب قشنگ چپیده بود عقب، منچستر هم وسط زمین فقط داشتن پاسکاری میکردن، میوردن تا کناره ها، بعد حتی موقعیت ارسال هم نداشتن، دوباره توپ میومد وسط، مثلا میومد زیر پای لنیورو و کاسمیرو، دوباره توپ همینجوری میچرخید میرفت تا سمت چپ زیر پای دورگو، دوباره برمیگشت، همین مسیر هی میرفت و میومد. و منچستر تازه دقیقه 70 هویلوند رو کشید بیرون که زیرکسی رو آورد تو و میسن ماونت هم آوردن بیرون و گارناچو رو آوردن تو. بعد از اومدن گارناچو یه مقدار اوضاع بهتر شد، باز حالا پا به توپ حرکت میکرد، 1-1 سعی میکرد برداره، یه سری نفوذها بود، موقعیت هایی رو تونستن نصف و نیمه ایجاد بکنن، اما در کل کار خاصی نتونستن بکنن. یه سیو خوبم ویکاریو داشت روی ضربه سر و شوت‌های منچستری اکثرا بیرون بود، خیلی اوضاع خوبی نداشتن و منهای این که حالا تیم ایراد داشت و اینا، تصمیمات خود آقای آموریم هم تاثیر داشت. یعنی اگه مثلا گارناچو رو از اول گذاشته بود تو، اوضاع فاز حملش خیلی بهتر میشد. آماد دیالو از اون ور 1-1 خوب برمی داشت، ولی خب لحظه آخر پاس آخرش بد بود یا یهو دفاع دوم میومد توپ ازش میگرفت. هویلوند هم که مثل همیشه افتضاح، مثل کل فصل. برونو خوب بود، مگوایر خوب بود، لنیورو خوب بود، لوک شا قشنگ ستون پنجم تاتنهام بود. اصلا این چیز افتضاحی بود وضعیت منچستر. اما از اون ور تاتنهام عملکرد خوب ویکاریو در روی دروازه، دفاعها فوق‌العاده بودن، یعنی اودوگی، فندفن، رومرو، پدری پورو واقعا خوب دفاع میکردن. یه فندفن که اصلا یه شاهکار توپ از رو خط برگردوند. بیسوما توی تخریب بازی و در واقع زونال مارک که بازیکنای منچستر خیلی خوب داشت عمل میکرد. بنتاکور فوق‌العاده بود توی پخش توپ ها، توی باز پسگیری توپ ها. ریچارلیسون شب خوبش بود، یعنی اون سمت چپ زمین واقعا اذیت کرده بود مزروی و یورو و حتی آماد هم گاهی میومد عقب. سولانکه کار خودشو انجام داد، سار همینطور، جانسون هم که حالا تکل بازی رو به زعم یوفا در واقع به ثمر رسوند و اونم باز حالا عملکرد خوبی داشت در کل بخوایم بگیم. نکات تاکتیکی خاصی بازی نداشت متاسفانه، یعنی خیلی اوضاع افتضاح بود. از نظر بحث تاکتیکی بخوای به بازی نگاه بکنید اصلا یه چیز واقعا مسخره‌ای بود. و بریم سراغ مثلا آمارهای بازی. 73-27 مالکیت توپ منچستر بود که بیشتر در میانه میدان بود. ایکس جی تاتنهام 1.01 در مقابل 97 منچستر. 16 تا شوت منچستر داشت که 4 تاش بیگ چانس بود که حالا یکیش از روی خط دروازه برگشت داده شد، یه دونه ویکاریو گرفت، 2 تا هم به مدافعین خورد و 3 تا شوت کلا تاتنهام داشت که یه دونش درون چارچوب بود، در واقع بیگ چانس بود. اتفاقای دیگر رو مثلا بخوایم بگیم، خب قالب یعنی مومنت بازی دست منچستر بود ولی تو میانه میدان و زمین خودش، یعنی کار خاصی منچستر انجام نمیداد که بگیم مثلا ایول منچستر چقدر خفن بود. دیگه من بخوام مثلا موقعیت‌های مختلف دیگه، آمارهای دیگه رو بخوام بگم بهتون، 438 تا پاس منچستر داده بود که 84 تاش صحیح بود، 84% و 112 تا پاس در واقع تاتنهام داده بود که 61% پاس درست بود. 22 تا خطا کرده بودن. گفتم خطاهای ریز خیلی کردن بعد از گلشون، برای اینکه سرعت بازی رو بیارن پایین، تمپو بازی رو بیارن پایین، با خطاهای ریز خیلی ریز مثلا این کارا رو انجام میدادن. آمار بازی دست منچستر بود ولی توی چیزای مثلا اتفاق خوبی، مثلا 16 تا شوت داشتی که کلا مثلا 6 تاش آن تارگت بوده. حالا از این 6 تا آن تارگت مثلا 4 تاش میشه گفت مثلا بیگ چانست بوده. خب و اون بیگ چانس واقعا مثلا
دوتاش به نظر من میتونست بیگ چانس خیلی هیولایی باشه، اون دوتای دیگهش من نمیدونم حالا چجوری بیگ چانس در نظر گرفتن. و از نظر پاس خب منچستر آره اونا رفتن تو دفاع، توپو دادن به منچستر، گفتن هر کاری دوست داری بکن. منچستری که پلن هجومی خاصی نداشت، برونو نه اینکه شب بدی داشته باشه، شب خوبی داشت، ولی خب چیکار می‌خواست بکنه؟ برای هویلوند مثلا توپو رد بکنه یا برسونه به آماد. و اینکه رسید به اینجا که خب به هر حال تاتنهام جام گرفت. به احتمال قوی ما بازی آخر آقای آنژ رو داشتیم میدیدیم و به حرف خودش هم البته رسیدیم که همش میگه من فصل دومم جام میگیرم و در هر تیمی بوده فصل دومش جام گرفته، چه زمانی که سرمربی استرالیا بوده، چه زمانی که در تیم‌های آسیای شرقی تیمداری کرده بود، همیشه فصل دومش جام گرفته بود. حتی زمانی هم که تو سلتیک بود فصل دوم لیگ و جام حذفی رو گرفته بود و حالا رسید تاتنهامو گرفت و حالا باید ببینیم آیا مدیران تاتنهام میخوان نگرش دارن یا نه، چون آنج عملا با مدیران و هواداران به مشکل خورده، رابطهشون یه مقدار بده با هم دیگه. بعد ببینیم وضعیت چجوری پیش میره. و کاسمیرویی که تا هیچ فینالی رو نباخته بود فینال رو باخت، اورانایی که هیچ فینالی رو نبرده بود باز هم یک فینال دیگر رو باخت. و سون بازیکنی که از ابتدا در ترکیب نبود و در اواسط نیمه دوم به زمین اومد، اون هم بالاخره جام گرفت با تاتنهام. حالا درست هری کین از این تیم رفت با بایر مونیخ جام گرفت، ولی خب سون هم بالاخره جام گرفت و بعد از بازی که داشتن باش مصاحبه می‌کردن ریو فردیناند و اینا بودن بهش گفتن که میتونیم الان به تو دیگه بگیم لژند، برگشت گفتش که آره میتونیم به من بگین لژند، برای حداقل برای امروز میشه حداقل بهم گفت لژند. و بالاخره جام رو کسب کردن و خیلی خوب بازی کردن تاتنهامیا. همونطور که گفتم علاقه خاصی دارن که میانه زمین رو شلوغ بکنن، بازی سازی تقریبا از عقب داشته باشن، فوتبال مالکانه داشته باشن و این کار رو هم کردن. تا موقعی که میخواستن گل بزنن قشنگ سوار بازی بودن، مالکیت بازی رو نگه داشته بودن، میانه میدان رو با تجمع زیاد بازیکنانشون 5 تا هافبک حتی سولانکم بهشون اضافه میشد، یکم میومد عقب به جای پست 9 9.5 مثلا بازی میکرد یا حتی 10. وین بک هاشون اندکی می اومدن بالاتر، اونا هم باز سعی می‌کردن میانه میدان رو کنترل بکنن، توپو می‌بردن به کناره ها و از ارسال ها استفاده می‌کردن و حالا خیلی توی زدن ضربات آخر خوب نبودن، ولی خب به حالی که تاکتیکاشون بود پیش بردن و قهرمان شدن و مجوز حضور در لیگ قهرمانان فصل بعد رو گرفتن، با این حال که رتبهشون در جدول لیگ 17مه و داشتن برای سقوط نکردن می‌جنگیدن. فصل بعد در لیگ قهرمانان خواهد بود و منچستر یونایتدی که فصل بعد در هیچ رقابت اروپایی نیست و تمام اخباری که از بعد از بازی حالا تا همین الان که من تقریبا یه چیزی اولش 13-14 ساعت از پایان بازی گذشته، من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، اخباری که اومده حمایت کامل آموریم از سمت مدیریت، حتی بازیکن‌های قدیمی پیشکسوتشون که از اون تیم رفتن و حتی بازیکن‌های درون تیم داشته آموریم. و خب به این صورته که حالا من چند تا مثلا چیز مختلف شنیدم، بکام مثلا حمایت کرده بود، اسکولز گفته بودش که خب بدون پیش فصل بوده، تیم خودش نبوده، باید تو این پنجره کاملا ازش حمایت بکنن، تو پنجره نقل و انتقالاتی پیش رو. و خب یه سری اهداف و یه سری بازیکن‌های رو دنبالش بودن و هستن که بگیرن و در صدرشون مثلا یوکرشه و تا اونجایی که ما میدونیم حداقل یک دفاع وسط، یک دفاع چپ، یک وینگ بک چپ و یک هاف بک رو به اضافه مهاجم، این 4 تا پست خیلی جدیه دنبالش هستن و حتی اگه بتونن اونانا رو به فروش برسونن به دنبال یک دروازه‌بان دیگه هم خواهند رفت. ولی خب کار خیلی سختی دارن، اونم به این دلیل که فصل بعد توی رقابت اروپایی نیستن و بازیکن گرفتن یه مقدار سخت میشه.
که باید ببینیم به هر حال چه کار میکنن و میتونن بازیکن‌ها رو راضی بکنن بیارن و وضعیتشون اوکی بشه. و از اون ور هم تاتنهام اگر میخوام با آنج ادامه بدن که به نظر من باز با تیم اندکی تقویت بکنن، حتی اگر نخوان هم ادامه بدن هم باز با تیم تقویت بکنن. و حالا که رسیدن به در واقع لیگ قهرمانان به نظرم بهتره که اگه میخوان با آنج خداحافظی بکنن یه مربی خوبی رو بیارن، تقویتش بکنن که حداقل براشون تاثیرگذار باشه، خیلی اوضاعشون خوب بشه. و یه فکت دیگه ای هم که هستش، منچستر هم به مانند رئال در واقع شد دومین تیمی که در طی یک فصل فوتبالی توسط رقیبش در 4 تا بازی پیاپی شکست خورد و تاتنهام هم جلوی منچستر پوکر کرد. دو تیمی که رتبه 16 و 17 جدول لیگ جزیره رو داشتن در فینال لیگ اروپا با هم دیگه بازی کردن و تاتنهام قهرمان شد. این بازی صحبت زیادی نمیذاره، این ویدیو رو خیلی طولانیش نمی‌کنم چون پیش بازی فینال لیگ قهرمانان رو میخواستم با همین بازی با هم دیگه بگیرم، بعد گفتم که ولشون دیگه بذار اونو جدا میگیرم. این ویدیو تقریبا همینجا تموم میشه. آماده باشید برای پیش بازی فینال لیگ قهرمانان، یعنی ویدیوهایی که ما قراره تا تقریبا یه هفته 10 روز آینده توی کانالمون منتشر میشه. بررسی بوندسلیگا و لیگ وان یا همون لو شامپیون لیگ فرانسه است که چه اتفاقاتی تو اون لیگا افتاده. لیگ جزیره هنوز یک بازی دیگه دارن، این بازی تموم بشه و لالیگا، این دوتا لیگ با هم دیگه تموم بشه، اونا رو هم که حالا جدا ضبط میکنیم میرسونیم بهتون. بعد پیش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا رو داریم بین اینتر و پاریس سن ژرمن، اونم یک ویدیوی جدا میدیم حتما. تحلیل خود فینال رو خواهیم داشت و ویدیو دیگه هم که داریم یه مقدار شروع اون تورنمنت، در واقع جام جهانی باشگاه‌ها، بازی افتتاحیه‌اش همون روز فینال در واقع لیگ قهرمانانه، اما چون بازی مهمی نیست و یه بازی در واقع فرمالیته و ایناست، ما 2-3 روز بعد از اون فینال لیگ قهرمانان یه ویدئویی که پیش درآمدی بر اون جامه و قراره به اون بگه اون جام چه شکلیه، چه درآمدهایی برای تیم‌ها داره، گروه بندیش چجوریه و مسیر رسیدن به فینال و این صحبتاش، اونم براتون منتشر خواهد شد. مرسی، دمتون گرم که دنبالمون میکنید، ویدیوها رو میبینید، کامنت میذارید، با دوستاتون به اشتراک میذارید. و باز جا داره بگم که توی کامنت ها لینک پیج اینستاگراممون هست، فالو بکنید حتما ما رو. ویدیوهای شورت و ریلز های اینستاگراممون رو ببینید که تاکتیک های فوتبالی و اتفاقات و اینا رو داریم راجبش صحبت میکنیم و آموزش میدیم. و اینکه ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. دوستتون دارم، میبینمتون باز.